زده. فقط این دوتا بازیه که گل داره، بقیه بازی ها مساوی 0-0. پرسپولیس با مصر رفسنجان با استقلال. حالا دیگه گل، حالا دیگه این بازی هم گل داره. گل برای استقلال. الان استقلال رفته صدر جدول. با توجه به نتیجه بازی پرسپولیس استقلالی ها الان قهرمانن فعلا تا اینجا. صحنه گل رو نگاه کنید. بدین ترتیب استقلالی ها بعد از دو تا حمله عالی که رفتن نتونستن گل بزنن. اینجا با این شوت برگشتش و در نهایت توپ به سمت دروازه و گلی که به ثمر میرسه. و مرداد محمدی اینجاست که موفق میشه دروازه رو باز کنه. حرکت ماشاریپوف، ارسال به دروازه، ابتدا شوت از راه دور، دخالت بلانکو. اینجا نگاه کنید، دخالت بلانکو باعث شد تا توپ به محمدی برسه. با برخورد توپ به پای بازیکن پیکان توپ به چارچوب در